دیگه ما میدارم بگردم بشینم بخیزم تشنا برو یک جای برو احتیاج محتاج هستم. با شما گوش دیر کردیم. دل آدم خوب از جار درد داره، اما ما از خدا اول از خدا میخواهیم، دوم از شما. گیس میدر از گشنگی پیدا کردیم، از گشنگی دکتر گفت از گشنگی پیدا کردی. این خواهر به خاطر خدمت به مادرش شوهر نگرفته است و 10 سال می شود که فلج است و زندگی خود را فدای مادر خود کرده. خواهر دیگر این خانم به خاطر خدمت به خواهر فلج خود عروسی نکرد. اینها به خاطر یکدیگر قربانی دادند. من خودم یک مادر بیوستم که 3 طفل خودم به زامتای تکلیف که هر جای کار کردیم کتا و کلان کردیم. یک بچگک دارم که بچه 23 ساله است که تکلیف روانی پیدا شده، برش مکتب خلاص کرده و دوم 1 سال انجینری برقم خوانده. ولی فعلا یگان کراچی بانی یگان چیز میکنه و همشیریم که از فلج از شور خورده نمیتونه جای او را مگه یگان جای برم کدام کار خانه پیدا شوه میرم کار میکنم، اگه نشه پیدا اونم. با شما گوش ندیر کردیم، با شما گوش ندیر کردیم. خودم امشب 1 2 نان امرای 1/2 گیلاس چای که عطانان خشک نبود ما خودم خوردیم و بچیم خودش 1 2 نان خشک خورده اما تا استراحت کرده. او خانه ما فقط 2 دانه ترپال وارست دیگه چیز از ما نیست. ما این مقدر من خواستم است که ما را سیاست هستم کجا برم کجا بگردم، چوب نداریم منطقه ما یقت همچینی مریض از گاز انداخته نمیتونیم. حال مال من کلش فروختم کلش چی کردم. شوهرم اینه تقریبا یا 10 سال شده که شوهرم از سرطان خون داد، شوهرم فوت کرد. اینمی حالا اینمی 1 دانه چوب ما نداریم که به خاطر اینمی همچنین 1 دانه چریبانم ما ایران ماندیم که چی کنم. اینمی حالا نان خوش دکانه منید. من منتظر هستم که اگه بچه ما کار کنه کدام نان خوش گرفته بیایم. به تقاضای من اینه میست که یکی نمیخوانم غمش بخوره نگه عملیات شوم. مردم افغانستان که در خارج است در داخل است همشینه مرا کمک کنه که اگر در پای بیایه از این احتیاجی که احتیاج 1 گیلاس و که میرم احتیاج 1 لقمه نان است که یک آدم برش بده اگر غم میخوره که من بخورم به نام خدا کنن. دل آدم خوب از جار درد داره، اما ما از خدا اول از خدا میخواهیم دوم از شما. دل آدم خوب از جار پر غم هست، اما چی کنیم دیگه چیزی که رضای خدا هیچ چیز گفته نمیتونیم. شوهر پدر مادر ندارم، خودم فلج هستم، کسی کمکگر ندارم دیگه. این خوار بیبیم است. اگر از خدا و شما میشه کتیم کمک کنین. پیسه دواره ندارم، چوب نگرفتیم، تکلیف عصبی گرفتیم، هیچ بایلری میده گیس میده پیدا کردیم. گیس میده از گشنگی پیدا کردیم، از گشنگی دکتر گفت از گشنگی پیدا کردی. گیس میده گرفتی تگم بس گشنگی دیگه امیده با خدا و شماست. من بقا ندارم برم تداوی بکنم. به تداوی چقدر مصرف بود؟ دکترها چی میگه؟ دکترها خود نرفتیم که برای چی میگه دکترها. این یارم کلش به نام خدا. پیسه تکت شفاخانه رو من ندارم، مردم برم میتن. اگه پیسه داری خود خارج برو، اگه نداری اون دمی کابلم تداوی توکل به خدا میشه. دیگه ما میدارم بگردم بشینم بخیزم تشنا برو یک جای برو
احتیاج محتاج هستم. دینا روز یک نفر میپالید که بیاید بر من یک پیاله چای چیکنی خوارم نبود که بر من یک پیاله یک چای بانه که من چای صبح بخورم. دیگه امیدم به خدا و به شماست که تیم کمک کنید. از شما تقاضا داریم که خواهران عزیز و برادران عزیز همراهشان کمک شوید. ما یک چیزی کم برشان آوردیم، یک مواد غذایی را آوردیم، خوب بسیار کم است، شاید یک ماه شوه او خویی با کمک مستمر ضرورت داره. هر ماه باید غمشان خورده شوه. دیگه تقاضا از خداوند داریم که مشکلات همه ما شما را حل بکنه و از شما این خواهش دارم که دست خواهران را بگیرین و همراهشان کمک شوید.